بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهرين. أما بعد، فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة من كتاب التوحيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. والشرح يسمى بالملخص في شرح كتاب التوحيد. اینک ما به عون و یاردم الله حق سبحانه و تعالی امشب کتاب راه به نام کتاب التوحید آغاز میکنیم. کتاب از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی رحمه الله است، اما شرح از آن شیخ علامه صالح بن فوزان حفظه الله تعالی است. نام این شرح الملخص في شرح كتاب التوحيد، یعنی مختصر و کوتاه در شرح کتاب توحید. یعنی این قدر این کتابی شرحی ویم کلان نیست، ملخص است، یعنی خلاصه. شیخ الاسلام میفرماید کتاب التوحید، یعنی این کتاب در بیان توحید است. و قول الله سبحانه و تعالی آنجا که میفرماید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی من جنها و انسانها را نیافریدم جز برای عبادتی خود. شارح چنین میفرماید: موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. موضوع این کتاب در بیان توحید است. اگر پرسند که کتاب توحید یا که موضوع این کتاب در بیان چیست، میگویی که بیان توحید، در بیان توحید است. الذی، این همان توحید است که الله بالای بندگانش وی را واجب قرار داده است. و خلقهم، و همون بندگان خود را آفریده است، لاجله، یعنی بخاطر همون توحید. و بیان ما ینافیه، ینافی ای یخالفه، و این موضوع کتاب در بیان با آن چیز است که مخالفی یا که گویم ضد توحید است. فهمیدی؟ یعنی موضوع این کتاب در بیان توحید بوده است و در بیان آن چیزی که ضد توحید است. وقتی که ما توحید آموختیم، باید که در برابر این اون چیزی که مخالف و مقابل و ضد توحید است وی را نیز بیاموزیم. برای چی؟
برای خاطر آن که احتیاط کنیم که مبادا توحید ما کلن ویران نشود یا که گویم قسما ویران نشود گفته. اکنون و بیان ما ینافیه و در بیان آن چیزی است که ینافیه توحید ضد می باشد. انا همین چیزی که توحید ضد می باشد شیخ روشنی می اندازد، بیان می کند به حرف من الشرک الاکبر، یعنی همان چیزی که مخالف و مقابلی توحید بوده است و ضد توحید بوده است، این چی بوده است؟ شرک اکبر بوده است. زیرا شرک اکبر انسان از دایره اسلام چیکار میکند؟ بیرون میکند. در نتیجه شخص مسلمان به سبب انجام دادن شرک اکبر مرتد شدنش ممکن. فهمیدید؟ او ینافی کماله الواجب، یا در بیان آن چیزی است که مخالفی کمال واجب توحید است. یعنی توحیدش چیکار میکند؟ ینافی کماله الواجب، کمالی یعنی پر بودنی توحیدش چیکار میکند؟ مخالف میباشد. فهمیدید؟ اگر شرک اکبر کنی تماما توحید این شرک اکبر ویران میکنه. با بعضی چیزایی هستند که ینافی کماله الواجب او المستحب، یعنی توحیدی پره را ویران میکنه. توحیدی پره یا واجب است یا که مستحب است. معلوم میشده است که با بعضی چیزهای هستی که تماما توحید نمیبرد و توحیدش نیست نمیکند و از پرگی او را چیکارش میکند؟ کمش قرار میدهد. اکنون همان چیزهایی که کمالی توحید، کمالی واجب یا مستحب توحید ویرون میکند کدام چیز است؟ به من چیکار میکند؟ بیان میکند. من الشرک الاصغر والبدع، یعنی شرک میده و بدعت ها. فهمیدی بچه؟ معلوم میشد است که شرک اکبر توحید تماما نیست میکرده است. فهمیدی؟ اما شرک اصغر، شرک میده که انسان گرچنده که از دایره اسلام نبرارد یا که گویم بدعت ها انسان از دایره اسلام نبرارد هم، لیکن توحیدش چی میشد؟ نقصاندار میشود. کمال پرگیر میگویم. توحید این خیل آدم، کدام آدم؟ آدمی که شرک اصغر میکند، بدعت میکند و توحیدش نقصاندار است. فهمیدی؟ توحید چنین کس پره نیست گفتگی گپ. فهمیدی بچه؟ توحیدش پره نیست. دو چیز بود است که در توحید ضرر میبیارد. یکی شرک اکبر، دیگری شرک اصغر و بدعت ها. فرق چیست بین این دو؟ شرک اکبر به سبب انجام دادن او انسان از توحید میماند. فهمیدید؟ اما شرک اصغر و بدعت ها باشد به سبب انجام دادن اینها انسان از کمال واجب توحید یا از کمال مستحب توحید چی میشد؟ میماند. توحید این خیلی آدم پره نیست. و دیگه معنا گیریم. و شیخ میفرماید و معنی کتابو گفت کتاب التوحید. کتابو در اینجا مضاف است برای خاطر همون است که در کلمه کتاب هم تنوین نیست و هم الف لام نیست، زیرا اینکه یکی از نشانه های خصوصیت های اسمی که مضاف شده است همین است که نه تنوین میگیرد و نه چی میگیرد؟ نه الف لام میگیرد. کتاب مضاف
التوحيدي مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. نعم. خب معنى كتاب چیست؟ مصدر كتب بمعنى جمع. همین کتاب مصدری كتب يكتب كتابا مصدر میشد. كتب يكتب مصدرش کتاب میشه. كتب به معنای چی بود است؟ جمع، جمع کرد. جمع به معنای چی؟ جمع کرد. اگر اجتماع شود جمع شد. اگر پرسن که فرق چیست بین جماعه و اجتماع، میگه که جماعه فعلی متعدی است و اجتماع فعلی لازم است. فعلی لازم فقط فاعل دارد. فاعل میگه به همین گپ تمام میشه. اما فعلی متعدی باشد، فعلی مفعول طلب، خب این فعل رو میگن که بعد فاعل با چی در کار میشود؟ مفعول بهی در کار میشود. بنابراین کتبه به معنای چی بود است؟ جماعه. والکتابة بالقلم جمع الحروف والکلمات. و با قلم نوشتن، با چی نوشتن؟ و با قلم نوشتن معناش چی بود است؟ جمع کردن حرف ها و کلمه ها. وقتی که شما با قلم می نویسید، همون نوشتگی های شما عبارت از چی می باشند؟ از حرف و از کلمه ها می باشند. وقتی که شما با قلم نوشتید حرف و کلمه ها را، در نتیجه نوشتگی شما چی می شود؟ کتاب می شود. فهمیدی بچه؟ این بود معنای کتاب. اگر پرسن که ما معنی کتاب، میگید که کتاب مصدر کتب بمعنى جمع والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات. نعم. اکنون صحبت درباره توحید میرن. توحید در اینجا برای چی جر شده است؟ میگید که اسم را در دو حالت جر خوانده می شود. آخرش اسم را در دو حالت چی خوانده می شود؟ جر خوانده می شود. یکم اگر پیش از اسم حرف جر آمدگی باشد، با و تا و کو کاف و مذ منذ خلا رب حاشا من عن علا حتی اله. فهمیدید؟ در اینجا پیش از کلمه التوحیدی حرف جر نیست. دویم حالت رو میگذاریم، یا که پیش از کلمه چی آمدگی باشد؟ یک اسم آمدگی باشد که وی مضاف شود. فهمیدی؟ در نتیجه در آخر بعد همین اسم چی می شود؟ مجرور می شود بالمضاف. اگر به حرف جر می شود می گفتید که التوحیدی مجرور به حرف الجر می گفتید. در اینجا مجرور بالمضاف بسبب یا بگیم به طفیلی همین مضاف التوحیدی چی شده است؟ مضاف الیه جر شده است. فهمیدی بچه؟ اکنون شرح توحید بینه چی میگوید؟ میگوید که والتوحید مصدر وحده، یعنی توحید، التوحید این مصدری وحده بوده است. یعنی وحده یوحد، توحید چی میشه؟ مصدر میشه. وحده فعل ماضی باشد، یوحد فعل مضارع میشود، توحید مصدر میشود. فهمیدید؟ اکنون معنای وحده چی میشه؟ وحده گفته است، ای جعله واحده، وی را یک تا کرد. وی را چند تا کرد؟ یک تا کرد. یا که به زبان ادبی گویم وی را یا که یگان چیزه یک تا قرار داد. مثلا بگیم یک 5-6 چیز باشه دیگر همونا رو جمع کرده یک تا کردن چی میگوین؟ وحده میگوین. وحده ای جعله واحده. والمراد به هنا افراد الله بالعباده. و این معناش اساسا در
لغت بود. اکنون مقصد بهی ای بالتوحیدی هنا، یعنی مراد و مقصد از کلمه توحید در اینجا، یعنی در همین کتابی توحید چی معنا دارد؟ با میگید که التوحید افراد الله بالعباده. فهمیدی بچه؟ یعنی توحید الله را در عبادت یکتا قرار دادن، الله را در عبادت یکتا اعتقاد کردن، الله را در عبادت یکتا دانستن. یعنی وقتی که عبادت میکنی همون عبادتت را صرف و خالص برای الله قرار دادنت را چی میگوین؟ توحید میگفتیم. فهمیدی بچه؟ برای همون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای الا لیوحدون، من جنها و انسانها را نآفریدم مگر برای توحیدی خودم آفریدم. یعنی من وایها را آفریدم که مرا در عبادت یکتا اعتقاد کنم، یکتا دانم، یکتا قرار دهم. فهمیدی بچه؟ اکنون و ما خلقت الجن والانس، و خلقتو خلق کردم و ما خلقتو خلق نکردم میشه. خب معنای خلقتو چی میشه؟ الخلق هو ابداع الشيء من غير اصل ولا احتذاء. معنای خلق چیست؟ یک کس پرسد ما المراد بالخلق، ما معنى الخلق؟ میگه که الخلق هو ابداع الشيء من غير اصل ولا احتذاء. یعنی خلق این ایجاد کردن چیزی است، یک چیز ایجاد کردن خلق میگفتن. ایجاد معنی چه؟ پیدا کردن، آفریدن، رست کردن. کدوم میشه خواهی می نویسیم در همون کتاب به قلم سونه گوش کرده می نویسیم. الخلق هو ابداع الشيء من غیر اصل ولا احتذاء. خلق این آفریدنی یا که گویم رست کردنی یا ایجاد کردنی یک چیز است، یک چیز رست میکنی من غیر اصل، به اصل و به مانند. احتذا گفتم مانند نمیم. فهمیدی؟ یک چیز را کس اگر رست کند که به یگون چیز دیگه مانندی نداشته باشد، اصل نداشته باشد، اینه چی میگوین؟ خلق میگوین. بنابراین الله سبحانه و تعالی میگوید که من آفریدم جنها را و انسانها را. معناش همین بود است که من انسانها را پیدا کردم. پیدایش انسانها اصل ندارد و مانندی ندارد که یعنی به کدوم معنا؟ یعنی یگون در یگون وقت و در یگون دور و زمان یگون آدم نبود که من از روی هوای دیده بود دوباره آدم راست کرده باشم، یا که یگون جن نبود که من همونها رو دیده مانند همونها چی؟ جن آفریدگی باشم. فهمیدیم بچه؟ من آفریدم جنها را، یعنی ایجاد کردم، پیدا کردم، آفریدم، ایجاد کردم به یگون اصل و به یگون همتا یا که مانند. این است معنای خلق. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من نآفریدم جنها و انسانها را مگر برای عبادت خودم. لیعبدون، مگر برای چی؟ عبادت خودم. یعنی معناش این که من جنها و انسانها را فقط برای عبادت خودم آفریدم، نه برای یگون چیز دیگر. اکنون میپرسن که ما معنی العباده؟ بعد میگید که العباده فی اللغه
التذلل والخضوع. عبادت در لغت خار شدن میگویم، خار شدن، و الخضوع و خاکسار شدن. خار و خاکسار شدن چی میگفتن؟ عبادت میگفتن در لغت. اما در اینجا به معنای چی است؟ به معنای شریعت شما فهمیدن در کار است. اگر پرسن که ما معنی العبادت فی اللغت، میگید که العبادت فی اللغت التذلل والخضوع. اگر پرسن که ما معنی العباده شرعا یا که فی الشرعی، میگید که العبادت فی الشرعی یا که میگید که العبادة شرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت در لغت اسمی جامع است، یعنی یک اسمی هست که در بر میگیرد، در درونش دارد آن چیزهایی را که الله دوستشون می‌دارد، آن چیزهایی را که الله دوستشون می‌دارد و یرضاه و پسندیده الله میباشد. همون چیزها با چی؟ الله راضی هست از اونها. فهمیدید؟ اکنون من بیان میکند، روشنی میاندازد کدام چیزها هستند که ویها چیزهایی بودند که الله دوستشون میداشته است و از اونها راضی بوده است. این من چیه؟ منی بیانی هست، یعنی سخنها و عملها الظاهرتی، خواه سخن و عملهای ظاهری باشد که به چشم دیده می شود و اینها را به گوش شنیده می شود، و الباطنه و درونی باشد که به چشم دیده نمی شود، به گوش شنیده نمی شود، به زبان گفته نمی شود. مثلا نیت این یک عملی بود است که این عملی باطنی میگویند. فهمیدی بچه؟ سخنهای من نقل شنیدی سادی یا با خبرتی چی؟ نوشتن قطعی. بله گوش کن دوامش. اکنون معنای لغوی آیت تمام کردیم، یعنی معنای افرادی را تمام کردیم. مفرد کلمه ها را همش فهمیدیم. معنای کتاب چیست؟ معنای توحید چیست؟ معنای خلق چیست؟ معنای عبادت چیست؟ تا همینجا را فهمیدیم. برای ما چی ماند؟ برای ما والمعنى الاجمالی للآیه، معنای یعنی مختصری آیت چیست، یا که بگم شرح و مضمون این آیت چیست. این آیت درباره چی گم میزنه؟ و میگه که ان الله تعالی اخبر انه ما خلق الانس والجن الا لعبادته. یعنی الله تعالی خبر داده ایستاده است در این آیت که وی انسانها و جنها را نه آفریده است مگر برای خاطر عبادت خودش. این خیلی هم گفتن میشه. دیگه معنی هم گفتن میشه. یا میتونی گفتن که معنای اجمالی آیت آن است که الله تعالی خبر میکنه که انسانها و جنها را فقط برای عبادت خودش آفریده است. فهی بیان للحکمت فی خلقهم. انا همین خودش چی می شود؟ روشنی است، بیان کرده ایستاده است برای چی؟ حکمت در آفریدن اونها. یعنی چی حکمت است در آفریدن انسانها و جنها؟ پرسند انمی آیت میگوید. حکمت گفته یعنی فایده. چی فایده است در آفریدن اونها؟ یک کس بزرگ که چی در کار است آفریدن همین انسانها و جنها؟ به خاطر چی؟ حکمت چیست گویند؟ میگید که عبادت. فلم
یرد منهم، یرد نمیشه، فلم یرد باید باشه. فلم یرد منهم ما تريده السادة من عبيدها. نگاه کن گفت فلم یرد، نمیدونم در کتاب تو چه نویسه، در اینجا یرد آورده است، خطا باید که فلم یرد باشه. فلم یرد منهم ما تريده السادة من عبيدها. نگاه کن چی میگه. الله از آنها نمیخواهد آنچه را که راهبرها از غلامهاشون میخواهند. فهمیدی؟ فلم یرد، ای فلم یرد الله نمیخواهد منهم از همون جنها، از انسانها. چرا نمیخواهد؟ اون چیزی که تریدوه الساده، راهبرها میخواهند از عبیدها، از غلامهاشون. عبید گفته غلامها رو میگه، راهبرایی که غلام دارن کو خدمتگار. مثلا راهبرها از غلامهاشون چی میخواهند؟ من بیان میکنم من الاعانه لهم بالرزق والاطعام، یعنی یاردم دادن راهبرها بالرزق، با رزق روزی دادن و با خوراندن، پوشاندن. یعنی راهبرها غلام میگیرن که غلامها کار کرده هم خودشون خورونن پوشونن و هم راهبرها را چیکار کنن؟ خورونن پوشونن. فلم یرید الله منهم، الله باشد از بنده ها این خیلی نمیخواهد. چی میخواهد؟ و انما اراد المصلحة لهم، و هر آینه الله میخواهد فایده برای خودشون. اراد المصلحة، انا همین آفریدن الله سبحانه و تعالی جنها و انسانها را مصلحتش برای خودش همونها هست، یعنی فایدهش برای اونها هست. فهمیدی بچه؟ مقصد از آفریدن عبادت بود است. عبادت آن نبود است که ویها یعنی جنها انسانها عبادت کنند و بعد الله را خورانند و پوشانند، الله از اونها یاردم پرسد و یا الله را یاردم دادن گیرند. نه، برای ما شیخ میفرماد که فلم یرید منهم ما تریده الساده من عبیدها. الله در آفریدن انسانها و جنها نمیخواهد از ویها اون چیزهایی که عادتاً چه راهبرها، پادشاها گویم از غلاماشون میخواهند. چی میخواهند اینا مثلا میخواهند که الاعانه لهم بالرزق والاطعام، یاردم میخواهند و یا یاردم میتن راهبراشون، عبید غلام ها یاردم میتن از ساده را، یعنی که همون راهبراشون یاردم میتن به رزق روزه، به خوراندن دیگه. و بالعکس الله اراد المصلحة لهم، مصلحت برای خودی اونها میخواهد. یعنی در عبادت کردن ما الله سبحانه و تعالی ذره فایده نمیبیند، فایدهش برای لهم خودی بندگان است. و شارح میفرماد که و مناسبت الآیه للباب، خب مناسبت آیت برای همین باب، یعنی همین آیت در همین باب توحید آوردنش چی مناسبت دارد که چی به دیگه آیت ها رو آورده در زیر همین باب، یعنی در باب کتاب توحید همین آیت آورد. آیت سوره زاریات و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همین آیت به این باب چی مناسبت دارد؟ گفته پرسان میگه که انها تدل على وجوب التوحید، این آیت دلالت میکند به واجب بودن توحید. توحید واجب است. الذي هو افراد الله بالعباده، این همان توحید است که مراد از توحید چه بود است؟ الله را در عبادت یکتا دانستن، الله را در عبادت یکتا اعتقاد کردن، الله را در عبادت یکتا قرار دادن است. برای چی؟ برای چی؟ لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك.
چون که الله سبحانه و تعالی جنها و انسانها را فقط برای خاطر همین آفریده است. در دوم آیت میگوید که من از آنها نمیخواهم رزق و روزی، نمیخواهم که ویا من خورانم. میگوید من خودم ویا رو رزق و روزی میدم. میگوید اگر دوم آیت دونی فهمیدیم از چیه. اکنون ما یستفاد من الآیه، اون فایده های را که از آیت گرفته می شود. در تحت همین آیت شیخ 5 تا فایده را ذکر میکنه. فهمیدید؟ کسی که از شما پرسد بود که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، از همین آیه کریمه چند تا فایده ذکر کردن میتوانی؟ انا شیخ برای ما و شما 5 تا فایده ذکر میکنه. میگید که وجوب افراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والانس. واجب بوده است، همین آیت خواندیم و فهمیدیم که یکی از فایده های آیت از این عبارت بوده است که واجب بوده الله را در عبادت چیکار کردن؟ یکتا اعتقاد کردن. این واجب بالای کیست؟ بالای جمیع مخلوقات، یعنی بالای جنها و انسان ها. ثقلین گفته جن و انسان ها رو میگم، برای ما با شرحش گفته است. دویم چی فایده گرفته می شود از آیه کریمه؟ میگید که بیان الحکمت من خلق الجن والانس، روشنی در بیان فایده از یا که حکمت از آفریدن جنها و انسان ها را فهمیدیم. دیگر فایده از چی بوده است؟ از چی عبارت بوده است؟ آیت بیان روشنی انداخته ایستاده است. چرا؟ حکمت را، فایده را از آفریدن جنها و انسان ها. اگر از شما پرسن که حکمت چیست از آفریدن جنها و انسان ها، میگید که عبادت است. از کجا این حکمت فهمیدی؟ میگید که از آیتی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حکمتش معلوم بوده است. سيم أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق. فهمیدید؟ این فایده سیم ببین. خالق یعنی آفرنده، هو الذی، انا همون آفرنده است، ذاتی که لایق عبادت. لایق عبادت کیست؟ الخالق دون غیره، نه غیر خالق. ممن لا یخلق، از کسانی که آفریده نمیتواند. اون کسی که راست کردن نمیتواند، آفریده نمیتواند، وی لا یستحق العبادت بل یستحق العبادت الخالق. هم خیلی آخر چی خیلی یک سنگه یا که یک گاو عبادت خدا گفته عبادتش میکنه که آیا گاو یکون چیز راست کردن میتواند؟ یا که آیا سنگ یا درختی که مردم عبادتش میکنن یکون چی آفریده میتواند؟ نه، نباشد حق بری عبادت نبوده است، لایق عبادت نبوده است. ففي هذا رد على عباد الاصنام وغيرها. در ان همین رد شده، همین آیت خودش رد شده یا که بگیم جواب شده علی به مقابلی، اینجا علی به معنای مقابل شده. ان همین آیت یا که در ان همین سخن رد شده به مقابل یا که بگیم جواب شده به مقابل بت پرست ها. عباد الاصنام گفته کسان را میگن که بت ها را عبادت میکنن و غیرها و غیر از بت ها دیگه سنگ و چوب و خار و خس و استخوان و دیگر چیزها را غیر از الله عبادت میکنن. خب چهارم فایده چیست؟ میگو که بیان غنی الله سبحانه و تعالی عن خلقه و حاجت الخلق الیه. در همین با یک بیان شده ایستاده است غنی الله سبحانه و تعالی عن خلقه. غنا به معنای چه؟ به معنای محتاج نبودن الله تعالی از خلقاش. اگر یک کس پرسد که الله محتاج خلقاش هسته، میگه که نه، الله بای است.
الله محتاج نیست ان خلقه، یعنی محتاج به خلقاش نیست. به کیه محتاج؟ حاجت الخلق الیه. انمی آیت با دلیل شده است که محتاج بودنی خلقها به الله. الله به خلقها محتاج نیست، بلکه خلقها محتاج الله هستند. برای چی؟ لانه هو الخالق و هم مخلوقون. چون که الله خودش خالق است، خالق محتاج نیست. ویها باشند مخلوقند، مخلوقا محتاج خالقشون هستند. فهمیدی بچه؟ پنجم، اثبات الحکمت فی افعال الله سبحانه. انمین آیت اثبات کرده است، ثبوت کرده، دلیل آورده شده است حکمت بوده است در کارهای الله تعالی. یعنی یگان کار نیست که الله تعالی وی را به حکمت آفریده باشد. یگان کار نیست که الله تعالی بی فایده وی آفریدگی باشد. حکمتی همون کار الله را یا بنده ها میدانند یا نمیدانند، ولی خواه بنده ها دانند و خواه ندانند، البته در کارهای الله تعالی چی بوده است؟ حکمت بوده است، یک فایده بوده است. فهمیدی بچه؟ این بود یعنی اختصارا معنای گویم یا که گویم شرحی یا که موضوعی گویم کتاب التوحید و قول الله تعالی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.